پیسه کسی از ما نمیگیره. فعلا بذاریم این غرفه را جور کردیم دیگه. بدر نسبتا خوب شده، سرک باز شده، بدر فهمیدی ردیفش برابر است. خوب است انشاءالله. سابق خب فرضاً ما پرسان کردیم مال به یک غرفه 15000 افغانی میگیره. سابق شما پیسه نمیدادید. پیسه را دوشت بر خود اشتباه فهمی شده باشه بدریجه اینمی غرفه را که میبینیم یا را که جور کردن این همین صرفا پیسه دیره او هم نه که نویا گرفته باشه از ما خودمون نماینده داشتیم که فلسطین رفت دادن نمیشه 15000 افغانی جور میکنه شما میگید دینمی بدر ما مردم راضی بودیم دیگه بالاخره جور کردیم فایده تان سابق خوب بود کارتان حال خوب شده یاد کاروبار اگه گپ بزنیم کاروبار خود سابق خوب بود چی بود که مردم پیسه داشت بالاخره در جیبش چیز بود سودای ما میشد اما حالا فعلا که میبینیم بدر فهمیدیم مردم جیب خالی بس اینکه ترکاری هم یک چیزی هست که مثلا شوقی کسی در جیبش پیسه بود اضافه داشت میخره که نداشت به خاطر غرفه کارتان خوب نشده چون تنظیم شده هر کسی خوب است خواهی تو ردیفش برابر تنظیم از مردم میبینه بالاخره بد نیست چی بیان داری به شهروانی چی میخوایی چی رقم کنه دیگه برای شهروانی بدر فهمیدی چی پیام بدیم مردم افغانستان تو در بلومون بگوییم از شهروانی ما تو خفه نیستیم خوش هستیم تنظیم ما برابر شده خوب شده پیام ما ایست که بیادر میده کوشش کنن که مردم تو مکمل برای مردم رسیدگی کنن کسی به جای نمونن مثلا مردم غریب از امروز یکی نتیجه بکشه نداری مردم دیگه حال کرایه میگه؟ اول کرایه ما اول با غرفه چند پیسه دادی؟ با غرفه 14000 افغانی. خب سابق فرضاً شما 14000 نمیدادین مفت که برای چی داشتین؟ حال فایده تان که 14000 هم دادین فایده چطور شده چون تنظیم شده نی؟ سابق چطور بود؟ سابق کلا نبود کار بود. امیدی کار ما میشه. حال کار نیست. سودا نیست غریبی. چی خواست شهروانی داری دیگه؟ شهروانی دیگه میخواستم اینو میذارم کرایه کار کم کنم نه ما میشه. نه ما خراب سرک بند میگه. خب بعضی مردم میگه که شما فرضاً چی دارین شاید پیسه داشته باشین که یک غرفه را بخرید. دیگرها هستن که 14000 هم پیدا کردن نمیتونن. این پیسه را خود ما قرض کردیم با خدا. این شخص ما با خدا قرض. یعنی به شهروانی بتان یک جای مفت نتا که تا که شما با پای نیستید یک پیسه پیدا شود تا که غرفه بخره یک سیستم دیگه جور شد که خود نداره. دوستی ما ضعیف است ولی شهروانی هم ضعیف است که ماش نیست پیسه نیست بیام پیسه. خب تشکر سلامت باشید. عبدالولی است داخل سمالیان است یکی از روزهای روشتوست و چیزی که ما میفروشیم رنگ است همراه بومو است و مرچ است ما ساختار برای چیز خرید فروش و قطعه بگوییم البته قطعه با اکثرت مردم خودتر از توانمندی داره که بخره دیگه اکثرت مردم نداره حالا غریب کسی باشه 14000 از کجا پیدا کنه دیگه در قسمت پیدا کردن نمیتونه و سیستم بازار نظمش خوبتر شده کمک بدار سر تجارای ما فشار وارد نکنه اگر وارد بکنه در مندهی و بالا فشار تجار با نرخ بازار دوتر میشه اولین نرخ دوتر رو بکنه نرخ بازاری را ارزیابی بکنه بهترین از رونق پیدا میکنه در غیر از او رو به تشنگی رو به گرسنگی و فقر بیچارگی چقدر مدت میشه که شما این غرفه را شروع کردید؟ مدت ما 20 ساله است دیگه کروچی است کروچی بود چیز روچی است و نایسته غرفه خب یک غرفه 15000 شهروانی گرفت از طریق باز ماهانه چی دیگه ماهانه تثبیت نشده دیگه ماهانه رو کارکردش کار میگیرن اگر مردم ها
قابل رضایت پیدا کنه یعنی پرداخت میکنه نکنه سودا چطور است و ثابت چطور بود فایده تان فایده ما چیزی نیست وقت پیشتر هم گزینه رو با تو باور شدم که اگر سر تجار ظلم نشه بازار نرخ ارزان میشه اگر سر تجار ظلم شود مردم بازار با این غرفا مو فرضاً چیزایی که مردم میفروشن این مشخص شده یا همون تو گدواد است نه مشخص شده هر ساعت تثبیت شده و نماینده مطابق از این پروتکل اجرا شده سلامت باشه